استرس نگرانی این روزه بچه ها. برای دنیا استرس میکشید؟ آخه استرس چی؟ برای دنیایی که فانیه. میگه دنیا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ، ای هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچ. دنیا همش یک روزه که این روز هی داره تکرار میشه. صبح به ما میگنش و شب از ما میگیرنش. یعنی همش تکرار مکرراته. پس برای تکرار مکررات داری استرس میکشی؟ حضرت علی یه حرف بسیار خوبی میزنن که دل آدم آروم میگیره با این صحبت. میگن که زندگی شما دو حالت داره. تو زندگیتون یا به آرزوها و خواسته هاتون میرسید که بعد از یک مدتی اون آرزوها و خواسته هاتون واسهتون تکراری و خسته کننده میاد، یا به آرزوهاتون نمیرسید و باید یک عمر رنج بکشید، عذاب بکشید، حسرت بکشید که چرا به آرزوهاتون نرسیدید. پس زندگی دو سر باخته. پس برای چیزی که دو سر باخته نباید استرس